من دو چیز میخوام خدمتتون بگم. یکی که به این آقای علی خامنه‌ای اگه دیدید بفرمایید که دست از سر مردم برداره. یکی هم بعضی دوستان دست از سر ما بردارین. بعد از چندین سال ما آمدیم اینجا، البته این چون بعضی جاها میگوین عرض میکنم، دوست عزیزم امیر میگن من امروز فهمیدم که شما موتو رنگ نمیکنی. گفتم مگه که کسی بگه مو رنگ میکنه کسی؟ این داستان موهای ما هم خیلی دردسر شد. دوستان عزیزان، این موهای بنده قربان کاملا طبیعی، مادرزادی، رنگش، شکلش، همش اصله. این یک مطلبی شده. من روز اولی که آمدم اینجا در تلویزیون دیدم این خانم‌های دم در اومدن شروع کردن موهای ما رو کشیدن. گفتیم آقا اینا دست می‌ذارن، گفتیم چه محبتی دارن دوستان زیبارویان تلویزیون. بود نگو اینا میخوان کشف بکنن ببینین کلاگیس سر ما یا نه. ایداد بیداد چه مشکلاتی داریم. خب